حداقل باید بگیم شبه عمد، اگه نگیم عمد. باز از موارد حق الناس همسایه آزاری هایی که متاسفانه خیلی همسایه ها شکایت میکنن، نوشتن بلندگوهایی که تو خیابونه ها هست. آقا به من میگه من ساعت 2:30 از اداره برمیگردم چشم گرم میشه صدای بلندگوی دوره‌گرد. خب من نمیگم اونام گرفتارن، ناشیته، میفهمم اینو، ولی شما فرض کنید مثلا در شهری مثل قم 2 میلیون جمعیت داره، شما بگید 100 تا ماشین دوره‌گرد، 1000 تا ماشین دوره‌گرد، اینا روزیشون از همین ماشین باشه. 1000 نفر میخوان زندگیشون رو اداره کنن، ولی 2 میلیون نفر در آرامش نیستن. اقلا ساعت تعیین کنید. یه کارمند بیچاره، یه نمیدونم ساعت 2:30 معلمی دانش آموزی کار اومده خونه، این حق الناس نیست. البته این فقط مال اون نیست، الان پیام ندن، من خودم میگم مسجد اگه 24 ساعت میگه بناش بلندگوش استفتاح کردن گفتن اذان رو بگید، اما قبل و بعدش اجازه ندارید. مجالس مذهبی باید مراعات حال مردم رو بکنن. دریافت رشوه دیگه این مسلمه، دیگه میشه در اینا در حرمتش کسی تردید داره، اینا حق الناس نیست. حتی تو ریز مجموعه ها من بخوام بگم آقای شریعتی، گاهی یه زندانی گل زندانیه، ولی زندانی حق و حقوقی داره. خب این زندانی قانون داره، میگه آقا یه سوم اگه از زندانش گذشت یا نصف زندانش گذشت، سابقش در زندان خوب بود، مشمول عفو میشه. آقای شریعتی من این جمله رو که میگم حساب شده عرض میکنم، خبر دارم. باور کنید زندانی وقتی میره اصلا فراموش میشه. این وقت به شما عرض کردم بود الان شما اینجا نشستید، آقا جا بینید همینجا شما رو حبس بکنن، بگن آقا یه هفته از اینجا نه، از همینجا بهترین غذا رو براتون میاره، از اینجا نرید بیرون. آدم دق میکنه. یه کسی 5 سال 10 سال 20 سال محکوم میشه، شرایط عفو شامل حالش میشه، اصلا فراموش میشه. زندانی بعد از که رفت زندان، یا یکی از حق الناس های دیگه، آقا اگر من مسئولیتی قبول میکنم در حالی که نمیتونم اون مسئولیت انجام بدم، نمیتونم، آقا من مجلس رو قبول میکنم برای شما، من قابلیت ندارم، یه پست دیگه اینا بالاترین حق الناس هست. یه وقتی رسول خدا به ابیذر فرمود، چون ابیذر تقاضای شغلی کرد، پستی کرد از رسول خدا، فرمود انک ضعیف، تو توان نداری و این مسئولیت به گردن تو میاد، نمیخواد. یعنی رسول خدا به نزدیکترین اصحاب خودشون چون صلاحیت داره، حق الناس به هر حال اینو مخصوصا عرض کردم ببین دایره حق الناس خیلی وسیعه. این بخش دومم به عجله چند تا روایت بخونم. یه بیانی در نهج البلاغه امیر مومنان هست، عزیزان خودشون ببینن دیگه، چون نهج البلاغه رو همه دارن. این در خطبه 192 هست، فرازی از این خطبه هست. حضرت می‌فرماید من استطاع اگه میتونید، منش کار سختی، ان یلقى الله سبحانه، یه جوری از این دنیا برید ملاقات خدا که خون مردم، مال مردم، آبروی مردم گردن. ببین که حضرت من استطاع، یعنی خیلی کار هر که میتونه، کار آسانی نیست. یه وقتی یه حدیثی رو میدیدم در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله، تعارف نداره، ما کم بالاخره هم بشارت میکنیم هم انذار میکنیم، هر دوش لازم داریم. مرحوم طبرسی در احتجاج می‌نویسد که رسول خدا نمازشون تمام شد، سوال کردن هل من بنی نجار احد، کسی از طایفه بنی نجار اینجا هست؟ گفتن آقا چه فرمایشی دارید؟ فرمود کسی از این طایفه از دنیا رفته